سلام بیننده عزیز، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز پنجشنبه 28 فوریه شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط بعضی از خبرهای مهم. برای ثبت سیم کارت از رشت تا به دوشنبه آمد. مشکلات ثبت دوباره سیم کارت ها در تاجیکستان رو میزند. ساعت 2 شب کمپانی واویلون زنگ زدن که باید که شما با کمپانی حاضر شوید. اگر مهلت بگذره بعد 2 روز شما دیگه تلفنات خاموش کرده می شود. ملاقات دونالد ترامپ با کیم چن اون رهبر کره شمالی به نتیجه انجام یافت. رئیس جمهوری آمریکا گفت بعضا ملاقات را باید ترک کنیم. یک مادر 3 فرزند از ختلان فریفته شده به سوریه رفت. هم از شوهرش محروم شد و با عذاب زیادی هم به تاجیکستان برگشت. مرز رو پول داده به حجت گذاشتیم. آخرین بار با شوهرم ماه اوگوست سال 2015 گپ زده بودم. تفصیل خبرها. در تاجیکستان جریان ثبت دوباره سیم کارت ها ادامه دارد و از حالا مشکلات پیش آمده است و بعضی از مشتریان شرکت های مخابراتی میگویند سرگردان شدند. بعضی باید شناسنامه نو بگیرند، دیگران میگویند باید این طرف آن طرف بدوند تا سیم کارتی را که سالها به نامشان داشتند از نو ثبت کنند. برات یوسفی در این باره گزارش می‌دهد. اهل‌دین حکمتوف را خاموش شدن سیم کارت تلفنی دستیش مجبور کرد این صبح از ناحیه دوردست نورآباد به دوشنبه بیاید. او میگوید سیم کارت تلفنش از شرکت واویلون است و به او هشدار دادند که تا 2 روز به نمایندگی‌های این شرکت حاضر شود. ساعت 2 شب کمپانی واویلون زنگ زدن که باید که شما با کمپانی حاضر شوید. اگر مهلت بگذره بعد 2 روز شما دیگه تلفنات خاموش کرده می شود. من راستی دین شرایط نداشتم برای که راه بزی بدن. من این ساعت خستم که همین خواب خستم که وجه تلفن من کار نمیکنم. مجبور شدم که من به شهر دوشنبه بیام. به شهر دوشنبه بیام سینکات اخیر دوره اون من که با اثر نو پاسپورت نو ما با پیشنهاد کردم. خیلیت که من مثلا پاسپورت نو داشتم. اگر پاسپورت نو نمیدم مجبور بودم که من 10 روز 15 روز به تلفن بگردم. نمیخوام. اهل‌دین گفت وقتی از شرکت تلفن کردند آگاه نکردند که باید شناسنامه نو را همراه بگیرم و سیم کارت را با شناسنامه نوم ثبت نام میکنند. اقلا باید که 1 ماه مهلت یام. 1 ماه. خود 2 روز ایشان من آدمی است در پامیر میشل در خوجان خواهی میشل پاسپورت نداره با تمولیمیز زمستان راه همه رسن اخی. تعدادی از مشتریان شرکت واویلون هم که هنوز شناسنامه نو نداشته‌اند میگویند تلفنشان را خاموش کردند و در شرکت آگاه کردند که بر اساس قرار حکومت سیم کارتشان را تنها با شناسنامه‌های نو ثبت نام میکنند. اما نمایندگان شرکت واویلون گفتند که شرکت با اختیار خود حق خاموش کردن سیم کارت مشتریان را ندارند و اگر از کدام مشتری را که 2 روز مهلت میدهند و بعدا خاموش میکنند تصمیم شرکت نیست. مهلت 6 ماه در قانون مقرر شده است که همین قرار مثال تا 6 ماه رقم هیچ کس خاموش کرده نمی شود. اگر این اون رقم با سبب‌های دیگر اگر خاموش کرده شود شاید سبب‌های دیگر باشد نه اینکه با سبب نبودن شناسنامه نو. روز 9 فوریه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب و طلبات پیوست‌شوی به شبکه‌های علاقه برقی و خدمت‌رسانی‌های وابسته به آن تغییرات وارد کرده شد و در آن طلبات نوی گرفتن سیم کارت‌های تلفن‌های موبیلی ذکر شده است. از جمله در این قرار آمده است که خدمات علاقه تاجیکستان موظف شده است که در موردی در طول 6 ماه ثبت نام کردن مشتریان شرکت‌های مخابرات را با شناسنامه نوی نمونه سال 2014 چاره‌جویی کند. ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به هیچ نتیجه انجام یافته است. دونالد ترامپ روز 28 فوریه بعد از این ملاقات در شهر هانوی پایتخت ویتنام گفت بعضا شما باید ملاقات را ترک کنید و این دفعه همین طور شد. دونالد ترامپ افزود کره شمالی در این ملاقات می‌خواست آمریکا همه تحریمات بر ضد پخینیان را بردارد، اما آمریکا گفته است تا زمانی که کره شمالی از آزمایش‌های اتمی و از برنامه‌های اتمیش دست نکشد تحریمات اقتصادی برداشته نمی‌شوند.
بینندگان ارجمند، روز یکشنبه 25 فوریه بخش دوم سلسله گفتار ریگی آمو نشر شد که در آن همکارمان عباسی جوادی درباره 50 سال اول ورود اسلام به ماوراءالنهر صحبت می‌کند. شما را به تماشای آن در کانال آزادی ویدیو و هم شرکت در بحث دعوت می‌کنیم. یک زن 22 ساله از ناحیه قبادیان در ولایت ختلان میگوید پس از تقریبا 4 سال از سوریه به تاجیکستان برگشت. فرنگیز تاشمتوی 32 ساله با 3 فرزندش 2 ماه پیشتر از ترکیه به تاجیکستان آمده است و میگوید از زیر دستی جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی فرار کرد. به قول فرنگیز او را فریب کرده به سوریه بردند. ماه نوامبر سال 2015 با ترغیب شوهرم به قصد شهر ایدلیب مرز ترکیه را عبور کردم. از آن طرف مرا آدم‌های ناشناس پیشواز گرفتند. به یک خانه برده تلفن و شناسنامه‌ام را گرفتند. شرایط زندگی‌مان خوب نبود. شوهرم را سراغ کردم ولی گفتند که نمی‌دانیم. گاهی خودشان غذا می‌آوردند. زنان تاجیک همراه من نبودند. بیشتر زنان داغستانی بودند. با یک گروه زنان از سوریه به ترکیه برگشتیم. مرز را پول داده به حجت گذشتیم. آخرین بار با شوهرم ماه اوگوست سال 2015 گپ زده بودم. مقامات قبادیان گفتند فرنگیز تاشمتوی که از حضور خود در سوریه خبر داده و از رفتنش پشیمان شده است زیر نظارت روانشناسان قرار دارد و بر اساس قانون به جوابگری کشیده نمی شود چون در مناقشه ها شرکت نکرده است. از تاجیکستان 10 زن با کودکانشان به سوریه و عراق رفتند. شوهران بسیاری از آنها که در صف گروه دولت اسلامی جنگیدند کشته شدند و بعضی ها برگشتند. در کشور همسایه در قرقیزستان گروه از معلولین در مکتب روستایی دولابو در ولایت نورین اکثرا به درس‌های اول دیر می‌آیند یا عموماً نمی‌رسند. معلمان هم با وجود این معلولان را سخت نمی‌گیرند چون می‌دانند که کودکان چندین کیلومتر را پیاده طی کرده و از راه دور به مکتب می‌آیند. گزارش را در این باره از همکار ما کیومرثی عطا می‌بینیم. با رسیدن بامداد کودکانی که به سختی از خواب شیرین بیدار شدند باید به مکتب شتابند چون ممکن است دیر کنند. برای رسیدن به مکتب 1.5 ساعت ضرور است. از این خانواده 5 نفر به مکتب می روند. دختری کلانی به صنف 8 می رود. فرزند خردی در صنف ابتدایی است. وقتی هوا بسیار سرد شد البته کودکان را نمیگذاریم به مکتب بروند. میترسیم که چگونه به مکتب میروند، چگونه در چنین هوا به خانه برمیگردند. دیروز و پریروز در خانه بودند چون که هوا بسیار سرد بود. کودکانی که در کوهستان زندگی میکنند ظاهرا به چنین سردی ها عادت کردند. فرزندان 20 خانواده از این روستا به کنار راه تاش باشد در ولایت نورین می آیند و هر ماشینی را که آمد نگاه می دارند. اگر ماشین استاد اول کودکان و دختران را سوار می کنیم. خودمان پیاده می رویم. اگر ماشین پیدا شد تا مکتب می رساند. امانتور میگوید اگر ماشین یافت نشد پیاده می روند و به درس ها دیر می مانند یا اصلا به مکتب نمی روند و همین گونه زیاد می شود. در روزهای سرد زمستان هم این بچه ها باید 7 کیلومتر راه را طی کنند و به مکتب برسند. از کنار رودخانه نورین حرکت می کنند تا به مکتب می آیند که سردی به استخوانشان می رسد. وقتی وارد مکتب می شوند درس اول تمام شده درس دوم آغاز می یابد. آموزگاران به دیر ماندن بچه ها عادت کردند. در راه ماشین ها را نگاه می دارند. بعضا دیر می کنند. هرچند این موقتی است. همین که اتوبوس مکتب را تعمیر کردیم آنها را با ماشین می آوریم. دیر ماندن آنها را درک می کنیم. سال گذشته سرپرستان این مکتب برای آنها یک اتوبوس خرد خریدند ولی این اتوبوس زود و به خصوص در زمستان ویران می شود. حالا تعمیر طلب و در گراژ است. مسئله پول قسم‌های احتیاطی حل شد. متخصصان کار را که تمام کردن به راه می‌برایند. زود می‌شکند. تا آخر ماه دکبر حرکت می‌کرد. برای مواد سوخت و تعمیر ماشین از حساب حکومت ناحیه تقریباً $1500 اختصاص دادند.
برمیگردیم به تاجیکستان. جانبیکی عبدالواحد یک ساکن شهر دوشنبه ادعا دارد که یکی از افسران بلند رتبه بازداشت شده وزارت امور داخلی او و خویشاوندانش را عذاب و شکنجه داده است. فرهاد نورخانوف، معاون سردار شعبه کافتکاوی جنایی در ریاست امور داخلی شهر دوشنبه، به شکنجه حمزه صالح یک نفر دیگر متهم می شود. جانبیک عبدالواحد، ساکن ناحیه شاه منصور، روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت فرهاد نورخانوف با دو مأمور میلیسای دیگر او و همسرش و خویشاوندان دیگرش را عذاب و شکنجه دادند تا جایی با گفته او پنهان شدن برادرش را آشکار کند. جانبیک عبدالواحد جزئیات حادثه را در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی و نقل کرد. مرا قطعی زنم در یک ماشین خدم ماشین نوای کار اومدگی ماشینم دارم چی در درون ماشین خدم بارم کردن گفتن بردنم عدل بردنم گفتن که هم خیلی کار گپ کار گذشتگی مقصد ما گفتم رفتیم ما جوش ایشون گفتیم ما مقصد همون در کارتون باشه تا شما چی به پیش ما میین یکمش که رستم حقیقتی ما زندگی نمیکنه زندگیش وای جدای بعد جنایت کردگی باشه در نزد خانم خودش کی است رستم این برادر ما است چیکار کردن رستم همون 16 دکبر دزدی کرده هم کارخانه چیل دخترم رو واقعا دزدی کردگی بوده است نه که در این وقت ما خواهردار نبودیم این کار که مقصد بود خیلی کار مقصد این چیزا ما آگاه نبودیم بعد در عدل رفتیم همین چیزا را آگاه شدیم بعد گفتم که مقصد تو قطعیش رفتگی یکم درو وردن در دستم با خط زدن اول زدن تنم خواهم عیب شد بعد دست پوچم اسکوچ کردن در کابینت начальник головной розыски عدل شامنصور دست پوچم اسکوچ کردن башкам хоум кардам куркай зар доштам ам куркай зардам дар танам мондаги буд буровардани шайтанам даҳанам дар хеле басак якум фарод буромад қаток мондан ки ғас мекунам уже дод вой мегум уже мегум ки дил ма кафидеса уже чизе ки ам хеле мегу дил та кандеса уже ами хеле дарда дар ҳаёти сарам ам қадар 28 соли умримда ма дидаги набудам да بعد دو وای و غاس میکنم دیگه уже نمیشه ایمیونم برمادم ای کوکر در دهانم جوک کردم خیلی و ایمیونم جوک کردم خیلی کشید قریب میون پیونم کنده بود уже گفتم میبرم уже زوری بعد اومد گفتم بسین گفتم من نکردم خود شما مرا چی مجبور کردین همسر ما دامو عدل شما منصور تا یک تا پلادنوی وری در زمستان 9 دکبر ختم خیلی بفهمین تا یک تا در خونه برمگی از سروسیمگی ترسه ҳомиладор буд та як та ба адела мегирам ёранаш. мусоҳиба бо ҷонибеки абдулвоҳид ба азодӣ дар вебсайти озодӣ.орг нашр мешавад. ва табибони ҷопон як кореро карданд ки анҷом додани он токунун ба дигарон муяссар нашудааст. онҳо кӯдакеро ки андаке бештар аз 200 грамм вазн дошт зинда нигаҳ доштанд ва чун як кӯдаки солиму бузург рӯзи 20 феврал ба дасти волидонаш супурданд. طفلی که هنگام تولد همگی 268 گرم وزن داشت، بعد یک چند ماهی معالجه در شفاخانه توکیو به خانه برگشت. این پسر توسط عملیات جراحی به دنیا آمده است. طبیبان خوف داشتند که در بطن مادر حیات او با خطر مواجه است. دکتر تاکشی ارمیسو میگوید 20 فوریه این پسر الکی 3 کیلو و 200 گرم وزن داشت و طبیبان باور دارند که طفل نجات می‌یابد. تا این زمان خردترین پسری نجات یافته طفلی بود که سال 2009 در آلمان به دنیا آمده همگی 274 گرم وزن داشت. دانشگاه ایالت ایاوای ایالات متحده آمریکا که تولد و معاینه اطفال خردترین را پیگیری می کند تاکید نموده است که سال 2015 در آلمان دختری به دنیا آمده بود که همگی 252 گرم وزن داشت. و برنامه امروز اینجا به پایان رسید. اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. ویدیو و گزارش‌های دیگر همچنین در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.